امروز روز بزرگی است، سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. یاد امام بزرگوارمان از همیشه زنده تر است. میراث با برکت او امروز در این کشور و در دنیای اسلام در مقابل چشم همگان است. تکیه کنیم روی برخی از ابعاد وجودی این حرکت. عزت ملی. ما در تاریخمان، ما ایرانی ها، دورانهای متفاوتی رو گذراندیم. عزت هم داشتیم، ذلت هم داشتیم در طول دوران تاریخی طولانی خودمون. اما در این دوران طولانی 200 ساله منتهی به انقلاب، ما یک دوران سخت تاریک ذلت را گذراندیم. ما ایرانی ها، خیلی ها از تاریخ بیخبرند و خیلی ها تاریخ را سرسری نگاه میکنند. باید در تاریخ تعمق کرد، از تاریخ درس گرفت. ما در این 200 سال یک دوران تاریک ذلت را از سر گذراندیم. نشانه های این ذلت زیاد است. ما در تمام این دوران در حوزه سیاست یک ملت منزوی بودیم. در فعل و انفعالات منطقه خودمون، چه برسد به فعل و انفعالات جهان، هیچ تأثیری نداشتیم. در این دوران 200 ساله استعمار به وجود آمد. دولت‌های مستعمر از اقصی نقاط عالم به منطقه ما آمدند، کشورهایی رو گرفتند، ملت‌هایی رو اسیر کردند، منابع ثروت ملت‌ها رو غارت کردند. دولت ایران و ملت ایران در این 200 سال بیخبر و غافل نگاه می‌کردند به حوادث. شاید از حوادث مطلع هم حتی نمی‌شدند، چه برسه به این که بخوان در آن حوادث دخالت کنند و تأثیر بگذارند.